سلام، من گری هستم. امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چرا تریدینگ نه تنها سخته بلکه خیلی 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 سخته و باید سخت باشه و تا ابد حتی اگر خیلی سخت نباشه حداقل سخت خواهد بود. خود تریدینگ یک نت زیرو گیم هست که ترجمه شده به فارسی بازی های جمع صفر. یعنی چی؟ مثلا پوکر یه بازی جمع صفر، یعنی اینکه شما وقتی یک پولی رو میبرین یکی دیگه باخته. یا مثلا یک مثال خیلی راحت تری بزنم، مثلا شما توی فوتبال شرط بندی میکنید با یک دونه از حتی دوستاتون، حتی لازم نیست چند نفر باشه. اون پولی که شما میبرین پولیه که اون باخته و حالا این توی تریدینگ یا پوکر تعدادش بیشتر میشه یا شکل‌های مختلف میگیره. یعنی مثلا تو تریدینگ شما یک پولی رو میبرین، ممکنه هزاران نفر خورد باخته باشن این پول رو. شما موقعی که میفروشین یکی دیگه خریده، شما که موقعی که خریدین یکی دیگه بهتون فروخته. حالا بجز اون فی که وجود داره برای صرافی ها هست، در کل به اینجور بازی ها، به اینجور به اصطلاح کارها میگن نت زیرو گیم. نت یعنی تور شبکه، مثلا اینترنت یعنی یک توری که در هم تنیده است، یا مثلا میگن طرف نتورکش چقدره، یعنی در کل مجموعش سرمایه‌ای که طرف مجموعاً داره چقدر میشه. مثلا ایلان ماسک مثلا 1 تریلیون دلار نتورک بشه، نه اینکه پول نقدی که داره، این سرجم کلا میشه نتورکش. و نت زیرو گیم یعنی که سرجم میشه صفر. این که ذاتاً اگر مثلا مثال می‌زنم، حالا به خاطر اینکه کل قضیه رو زودتر بفهمیم، من یکم از خود ساختار تریدینگ جدا میشم، میام چند تا مثال نقض میزنم که بفهمیم که چرا باید سخت باشه و سخت هست، حتما سخت هست. و اینکه و بعدش میام توضیح میدم که با توجه به ساختاری که خود بازی تریدینگ داره، خود کار تریدینگ داره، این چرا از سخت یا خیلی سخت تبدیل میشه به خیلی سخت‌تر از سخت، یا خیلی خیلی به طرز باور نکردنی سخت میشه. ببینید موقعی که این بازی به وجود میاد، موقعی که دو نفر معامله میکنن، درسته؟ حالا مثلا ما بگیم در فرض که این بازی سخت نیست، دیگه از این راحت‌تر نمیشه. بذاریم مثال رو در نظر بگیریم که بازی سخت نیست. و اگر بازی سخت نباشه و همه بتونن خوب پول در بیارن ازش، دیگه کارگری وجود نداره بره کارگری کنن. دیگه خیلی از دکتر مهندسان فقط میشینن تریدینگ میکنن و دیگه نمیرن سر کار. در از 1-2 سال که همونطور که اکثرمون میگن دیگه 1 سال 2 سال کار بکنی حتما بارت بستی، دیگه تمام دیگه. کلا نصف مردم کار نمیکنن دیگه، نصفا بیشتر، نه تنها ایران بلکه تمام دنیا. کسی زیاد دوست نداره سخت کار کنه. به هر حال در همه دنیا این قضیه وجود داره. خب اگر اینطوره، پس چرا مردم در کار میرن کارگری میکنن و این کسخل؟ درسته؟ بنابراین خود این که الان خیلی دارن کار میکنن و حتی توی ایران مخصوصا ما میبینیم دیگه، توی ایران خیلی تریدینگ رو کار میکنن، خیلی زیاد هم کار میکنن، کناره هم کار میکنن، ولی از خواهم میبینیم که از این تریدینگ پول در نمیارن. خب پس حتما یه قضیه هست. قضیه چیه که اونا نمیتونن پول در بیارن؟ قضیه اینی که شما موقعی که پول میبرین یکی دیگه باخته، برای همین نمیتونه من برنده بشم اون یکی هم برنده بشه و جفت اون پول در بیاریم. یعنی این نت زیرو گیم بودن قضیه است که باعث میشه که این گیم سخت بشه و رقابتی بشه. و به خاطر این نت زیرو گیم بودن این کار، بنابراین
اینجا تضاد داره با اینکه راحت باشه، با اینکه همه با هم دیگه برنده بشیم. ما همه با هم نمیتونیم برنده بشیم. شما موقعی که الان مثلا جام جهانی هم هستش، دو تا تیم فوتبال بازی میکنن، جفتشون نمیتونن برنده بشن. اگر هم مساوی بشن در کل حس باختن تا یه حدی میکنن، چون که یه عالم زحمت کشیدن. شما مثلا یک عالم صرف نمودارها، علمتون، وقتتون، هزینه‌تون، روانی که گذاشتیم برای که اون مسئله رو استراتژی رو، اون پروسه رو اعمال بکنید. همه اونا بهایی که داریم میپردازیم، یعنی بازم یک چیز سرمایه گذاشتیم و یک چیزی برنده نشین در کل یه استراتژی منفی میده. بنابراین این مسئله‌ای که وجود داره اینه که خود طبیعت این بازی باعث میشه که سخت، یعنی اون رقابتی که هستش باعث میشه که سخت بشه. بنابراین اگر آسون باشه شما به هیچ عنوان نمیتونین برنده باشین. یعنی اگر این آسون باشه اصلا ممکن نیست، چون که اگر آسون باشه اون کارگر سر کوچه میره تریدینگ میکنه، پول میبره، بعد خود به خود سخت میشه. یعنی این چیزی نیستش که مثلا یک بازی باشه که یک سریا مثلا کونامی ساخته بازی مثلا خیلی سخته، مثلا پلی استیشن رو حالا برو بازی بکن چون خیلی سخته تو شکستش بود. نه، خود آدمان دارن میسازنش. یعنی خود آدما مثلا میگن که تریدینگ راجع به دانش‌های خودم از کسایی که دیدم و شنیدم خوندم میگن مثلا 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش تریدینگ آسان‌تر بود. به خاطر چی؟ به خاطر کسایی که این کارو بودن تعدادشون کمتر بود، هنوز علمش اونقدر پیشرفته نشده بود، همه نمیشناختن. حالا هر کسی مثلا ما که تو مثلا جهان سوم داریم تریدینگ کنیم، یه کامپیوتر داریم ترید میکنیم، ولی اون موقع مثلا یه سریا بودن توی پت، مثلا تو شیکاگو، توی اون اکسچنج مثلا شیکاگو، همونجا مثلا دهنی حتی مثلا پای کامپیوتر هم نبودن، اونطوری داشتن ترید میکردن. مثلا فرمش فرق داشت. الان یه عالم مثلا کامپیوتر هست، پول خیلی بیشتری در میونه همه. یعنی خود ما اومدیم با توجه به رقابتمون، با توجه به کاری که میکنیم، اومدیم بازی رو ساختیم و این خود ماییم که داریم هی میسازیمش. برای ما که داریم هی میسازیمش، بنابراین اگر رقابتیه این نمیتونه آسون باشه. بخاطر اگر آسون باشه اون موقع اون رقابته خود به خود سختش میکنه. یعنی من از شما رو برنده بشم بیشتر سفتر کار میکنم، سخت‌تر میگیرم، من پول شما برنده میشم. شما میای از من انتقام بگیری، مسئله حل بکنی فلان، دوباره میای مثلا دهن من سرویس میکنی، باز من میام مثلا این کلمه خودش میسازه. خب بنابراین این یک مسئله‌ایه که اصلا نمیتونه ساده باشه و این صرفاً یک مسئله بنیادینه. یعنی مسئله نت زیرو گیم بودن این بازی کلا یک مسئله کاملا طبیعت این بازی، خود ساختار این بازیه که این کار میکنه. بنابراین اگر کسی بهتون گفتش که این بازی آسونه، کلا همچین چیزی منتفیه. بهش هم بگیم که اگر آسونه چرا این هم کارگر هستن که می‌نسه میکنن. مسئله دیگه‌ای که به خاطر مسئله بنیاد این بازیه و به خاطر به اصطلاح من میگم طبیعت این بازی، اینطوری نیچر این بازی، معنی که مثلا طبیعت مثلا آشپزی فرق داره با طبیعت تریدینگ، طبیعت مثلا کارگر ساختمون بودن فرق داره با طبیعت تریدینگ، طبیعت پوکر فرق داره با طبیعت دکتر شدن، جراح شدن. درست؟ مثلا شما میخواین مثلا یک من سالاد اولویه درست کنید. خب شما این سالاد اولویه رو برین توی یک شرایط یکسانی عمل بکنین، این جواب میده. یعنی شما میرین سیب زمینی خوب میخرین، تخم مرغ خوب میخرین، طبق یک سری شرایطی تخم مرغ رو میندازین تو آب، میپزینش با مرغ و سیب زمینی قاطی میکنین، میشه سالاد اولویه. شما از هر 1000 باری هم که این کار رو انجام بدین، تقریبا 1000 بار رو احتمال خیلی زیاد موفق میشین دیگه. درسته؟ ولی تریدینگ شما میان یک کار رو
تکرار میکنه کاری که مطمئنین و این جواب نمیده، به خاطر اینکه خیلی قضیه ساختارش پیچیده تره. یعنی شما میتونین برین دانشگاه مهندس بشین، دکتر بشین، آشپز بشین، اینا همه مسائلی که آنالیزیه. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا شما این سر آنالیز میکنین، طبق اون آنالیز جواب میده. ولی تریدینگ آنالیز فقط یه قسمتی از داستان، یعنی یه قسمت خیلی از بالایی از داستان مسائل دیگه ای هستش که توی ساختارها قرار میگیره. توی قسمت آنالیز انگار که تیکه از اون پازلیه که شما باید به عنوان یک ساختار سیستمی که میخواین بسازین برای اینکه سودزا باشین داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما برای اینکه تریدر موفق بشین باید یک مثل فکر کنید مثلا یک زره، خب اون زره اون ساختاریه که شما رو از آسیب مسئول میداره و باعث میشه که بتونید برین جلو. خب مثلا شما یک زرهی داشته باشین روی بدنتون که یک نقطه ضعفی داشته باشه، اون نقطه ضعف میتونه مورد حمله قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی من الان مثلا بدنم شما مش میزنین به شکمم میگم مثلا آخ، میزنین تو سینه‌ام میگم آخ، ولی تو چشمم بزنین دیگه من افتادم رو زمین. دیگه کلا این قضیه فرق داره و قضیه تریدینگ همین، یعنی یک عالمه بخش‌های مختلفی داره که من میگم تیکه‌های مختلف پازل پروسه شما، سیستم شما. اون تیکه‌های پازل در کل یک کل منسجمی رو تشکیل میده که میشه ساختار تریدینگ شما. ساختار تریدینگ شما یه بخشش آنالیزیه، یه بخشش استراتژیکه، یه بخشش به اصطلاح میگم بازی ذهنی تریدینگ، یا حالا من اسمشو میذارم مباحث احساسی ذهنی تریدینگ. یه بخش دیگهش مثلا لایف استایلتونه، حالا بخش مختلفی داره، مثلا اون که شما چطوری به سلامتیتون میرسین، تغذیه‌تون چطوری میخوابین، روابط اجتماعیتون چطوریه، همه اینا تو تریدینگ قرار میگیره. یعنی شما چون کار خیلی سختی رو دارین انجام میدین و مثل یک ورزشکار حرفه‌ای هم عمل بکنین و این قضیه هم کاملا قابل مشاهده است برای حتی کسی که شما دیدین که موفق شدن. مثلا شما وقتی نگاه میکنین که مثلا همون به اصطلاح جادوگران بازار چطوری کار کردن، چطوری موفق شدن، این سری ویژگی‌هایی رو مثلا در کل ثابت میبینین. مثلا یکیش اینه که به شدت اینا سخت کوشن، به شدت طول کشیده که اینا موفق بشن، بدون تجربه جایی نمیرسن. یعنی اینکه شما مثلا یک مثال میزنم، یک بورژیاسیدانی بوده، خیلی اصلا نابغه بود اصلا. حالا اینا معلممون تعریف میکنن، خیلی جالب بود. خاطرم میگفتش که این ریاضیدانه که یک نابغه خیلی اصلا عجیب غریبی بوده میخواسته شنا یاد بگیره. بعد ببین اینقدر این شنا رو عمیق یاد گرفته، خب از طریق مثل کتاب، یعنی اومده فیزیک و ریاضی شنا رو از طریق کتاب نوشته، اونقدر عمیق تو ذهنش درک کرده که با اینکه مثلا میترسید شنا بکنه و اصلا فکرم دلیل اینکه میخواسته شنا بکنه هم میده، خودش رو میره باره کوه و میندازه پایین تو دریا، تو اقیانوس، خب و بعد شنا میکنه و خیلی موفق میشه. ولی تریدینگ اینطوری نیست. یعنی شما اگه برین از تو کتابا خیلی مطمئن بشین و فلان اصلا هزار تا آدم از جمله من یاد بگیرین و از آخر برین تو بازار، میرین غرق هم میشین، قشنگ خفه هم میشین، احتمالاً این اتفاق بارها هم بیفته. یعنی اصلا یک مسئله‌ایه که ردخور نداره و دلیلش هم اینه که اون بخش آنالیزی یه بخش یک تیکه از اون پازل است، از اون ساختار است. خب بنابراین یه قسمت‌هایی وجود داره که اینا بدون تجربه به دست نمیاد. مثلا این بخشی که من اسمش میذارم احساسی ذهنی، یه قسمتش فروتنیه. خب وقتی شما فروتن باشی، عجله نمی کنی، کمتر شرط میبندی، دراز مدت تر فکر میکنی. موقعی که باز دوباره دراز مدت تر فکر میکنی، کمتر شرط میبندی، خودش باعث عدم استرس بیشتر،
یا خیلی مسائل دیگه میشه که باز دوباره باعث میشه که بتونی منطقی‌تر عمل بکنی، منطقی‌تر فکر بکنی. یعنی اینا مسائلی که کاملا به هم دیگه ربط داره. یعنی شما موقعی که مثلا آنالیز بکنید اون موقع مطمئن‌تر میشین، احساساتتون کمتر دچار تشتت میشه، یعنی کمتر نوسان شدید احساس پیدا می‌کنید، خیلی با آنالیزتون مطمئن میشه. یا کلا مثلا یه قسمت بزرگی از ترس به خاطر عدم دونستن دیگه. شما مثلا بدونید که حتما مثلا میره بالا و موفق میشین که ترستون کمتر میشه دیگه. یعنی همه این قسمت‌های مختلف پازل استراتژی، آنالیز، مسئله احساسی، روانی، مسئله تعادل، حتی روابطی، اینا مسئله که کاملا به هم دیگه ربط پیدا می‌کنه. این یک ساختار منسجم، یک زره کامله که شما باید دیولپ بکنین، کالتیویت بکنین و اون موقع است که اون تازه موقعی که اونو بسازیم که خودمونم مدت خیلی زیادی طول می‌کشه تا به دستش بیاریم، اونه که شما رو میرسونه. یعنی شما وارد یک بازی میشین، اون بازی شما رو تبدیل میکنه، اون تبدیل شدنه در طی زمان شما رو به پول میرسونه. یعنی شما به عنوان مثلا میگم من قهرمان بوکس نیستم، درسته؟ من میخوام قهرمان بوکس بشم و از این چیزی که هستم تبدیل به این موجود دیگه بشم دیگه. ببینید تریدینگ طبق آمار دی تریدینگ رو میگم. خب دی تریدینگ طبق آمار 96% بازنده هم 4% بازنده نیستن که از اون 4% که بازنده نیستن 3%شون تقریبا یه 1%شون خیلی خوب پول در میارن، از اون 1.5%شون مثلا میلیونر میشه. این برای دی تریدینگ، برای پوزیشن تریدینگ و مثلا اینوستمنت ها نیستش، برای دی تریدینگ. یعنی هر روز طرف ترید میکنه، مثلا هر روز هفته ترید میگیره. این برای چی هست سخته؟ خب به خاطر اینکه خیلی رقابت شدیده، همه پول میخوان یا آدم پول اینطوره دیگه. اگه یکی میلیونر میشه اون 1% پول کی رو میبره؟ چون نت زیرو گیم پول اون 96% رو میگیره، درسته؟ چون نت زیرو گیم دیگه و یکی پول ببره یکی پول ببازه. بنابراین اونا اصلا فکر نکنین که مسئله کمتر از مثلا بسکتبالیست NBA شدن یا مثلا تلاش برای قهرمان شدن توی رشته ورزشی. قضیه خیلی سخته، یعنی 1% خیلی کمی برنده میشن و اگر شما هدفتون میلیونر شدن است که اگر هدفتون میلیونر شدن نیست هیچ توجیهی نداره. کار خیلی خیلی سخت و خیلی هم طول میکشه. حالا پول درسته شما باید مثل خر کار بکنیم به اصطلاح و حداقل اوایلش، یعنی شما تا موقعی که اون ساختارتون سیستمتون رو به دست بیارین این چیزی نیستش که رقابت آسونی بشه. بکنم به هر حال من بخوام قهرمانی مثلا بوکس بشم، حالا داخل پرانتز تریدر موفق شد خیلی رقابت خیلی سخته، باید خودم تبدیل بکنم دیگه، درسته؟ یعنی این چیزی که هستم نباشم، باید ذهنیتم درست بشه، بدنم درست بشه، روتینم درست بشه، تغذیه‌ام درست باشه، پیش استاد خوب برم، نمیدونم مثلا حالا ترجیحاً مثلا اون کسایی که خیلی خفنن و حالا تو کشورهای پیشرفته بیشتر قضیه هست، پیش مربی‌هایی میرن که واقعا هم روانشناسن هم مربیان. این صرفا این چیزی نیست، یا مثلا یه مربی یک کوچ مربوط به روانشناسی داره. حالا شما به خاطر اینکه تبدیل به قهرمان بوکس بشین باید برین یک سری پروسه‌ای رو خودتون انجام بدین، برین جلو، یک سری پروسه‌ای روتون انجام بشه، بعد این پروسه ها باعث میشه که شما تبدیل بشین و بعد تبدیل میشین میتونین قهرمان بشین. شما وارد تریدینگ میشین، کتاب میخونین، ویدئوهای آموزشی نگاه میکنین، فلان میرین جلو، میرین تو بازار کتک میخورین، میرین جلو، یکم مثلا سفت‌تر شدین، اون به اصطلاح مثل کیک باکسینگ که تا موقعی که مشت تو صورتت نخورده اینطوری نیستی که ناخوده با چخال بدی، تو تریدینگ هم نیستی که باید تو ذهنت بشینی. یعنی اینطوری نیستش که من مثلا
مثل اون شناگره بخوام کتاب شنا بخونم برم تو دریا شنا بکنم، اصلا هم چیزی نمیشه. بعد برم کتکه رو بخورم، اون موقعی کتکه رو خوردم بفهمم چقدر سخته، فروتن‌تر بشم، روی استراتژیام خیلی کار بکنم. این تجربه تریدینگ، تجربه این که شدیداً پول ببازم، توی اون هیجان باشم، ترس داشته باشم، طمع داشته باشم، فلان اونا رو تجربه بکنم. دفعه بعدی که تجربه میکنم خود چون قبلا تجربه کردم یکم بیشتر میتونم کنترلشون بکنم. اگه تجربه خیلی شدیداً منفی باشه حتی تروما زده میشم، حتی بعداً بدتر عمل میکنم.